سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان و همراهان همیشگی. در خدمت استاد چاکر داوودی هستیم، پیشکسوت موسیقی از شهرستان میرجاوه. سوالی که شما دوستان عزیز از آقای چاکر داوودی داشتین این بود که آیا آقای چاکر داوودی با پیربخش داوودی همکاری داشتن و آیا خاطره ای از ایشون دارن یا نه؟ از زبان خود آقای چاکر داوودی میشنویم. با سلام خدمت شما و بینندگان. خصوصا اونایی که این سال هستن. منده از سال 54 با هنرمندانی که در آن زمان در فرنگونت کار میکردن تمام همکاری داشتم، چه با گروه رقص و چه موسیقی. مخصوصا سرپرست گروه که آقای مرحوم مهراب داوودی بودن، مرحوم پیربخش داوودی بودن، مرحوم موسی داوودی، مرحوم گاجی رئیسی و مرحوم دین محمد زمکزئی و مرحوم بلوچ و زیاد بودن، تقریبا 20 نفر بودن که من با اینا همکاری داشتم. همکاری من با آقای مرحوم پیربخش داوودی، ما با عنوان یک هنرمند کوچک در کنار استادان بودم و همکاری داشتم، ولی در حدی نبودم که با اونا کمال رقابت داشته باشم، ولی خب کار کردیم و تنها آهنگی که من جلو ایشان اجرا کردم همین آهنگی بوده که حالا اجرا بکنیم با موسیقی اینو دست بپسندید. بهارات